صوفی میگویند صوفیا ما ترک دنیا کردیم. استاد عبدالظاهر داعی 1 دقیقه اگه بیاد. والا ما ترک دنیا کردیم، ما سه چیز نمیخوریم، ما نفس خود کشتیم. یک کسی در افغانستان در پالی نشسته بود، در سر دسترخوان نشسته بودیم دیگه، بر ما گفت که این استاد ما ترک دنیا کردیم، نه تو تارک دنیا هستم، نفس نکشتیم. من خوشحال شدم که تازی در سر دسترخوان نشستم، گفتم میخواد ترک دنیا کرد، از من گوشت موش نمیخوره، احمق همین گوشت خدا خود مرا میده. یک وقت سعی کردم که همین نیم غوری را که تو گوشت موشش خورد، من اصلا کردم که مزاق کردم، گفتم حالا بازی ما تصمیم دارم که ترک دنیا بکنم. این فهمید سر من، بشه گفت پرزا نگو. من گفتم نه، ما میخوایم اگه ترک دنیا معنای چی باشه که مثلا وقت حق خودم یک غوری پلاو و حق خودم بخوری و حق دیگر هم بخوری، تو که گفت من گوشت نمیخورم. بجود مولا. بله اگه ترک دنیا اینطوریه همه ترک دنیا بکنن.